4 تا کاری که اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک و بقیه شبکه‌های اجتماعی با مغزتون میکنه. دکتر مونا نبوتی هستم، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. 1. اعتیاد. هر بار که صفحات شبکه‌های اجتماعی رو اسکرول یا تون بالا پایین میکنید، هورمون دوپامین یا همون هورمون لذت توی مغز شما ترشح میشه و باعث میشه به این شبکه‌ها وابسته و درگیر بشید. درست مثل قماربازی که نمیتونه جلوی خودشو بگیره. 2. کاهش تمرکز. با دیدن صدها پست فقط توی چند دقیقه دامنه توجه و تمرکزتون کاهش پیدا میکنه. کارهای طولانی مثل مطالعه و مکالمه‌های واقعی براتون سخت میشه و همش فکر میکنید حوصله هیچ کاری رو ندارید. 3. مقایسه مخرب. مغز شما به صورت نرمال تمایل به مقایسه داره. وقتی زندگی فیلتر شده و لوکس بقیه رو میبینید، فکر میکنید از همه عقب‌ترید و به خاطر همین دچار افسردگی، اضطراب و کاهش اعتماد به نفس میشید. و آخرین مورد ساخت یک توهم از یک دنیای واقعیه. وقتی محتوای ویرایش شده، بدنهای ایدئال و زندگی لاکچری بقیه رو میبینید، فکر میکنید همه خوشحال و موفقن به جز شما. به خاطر همین زندگی واقعی براتون کسل کننده و بی ارزش میشه. خوشحال میشم اگه این پست رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید.